چیکار کردی لالو؟ هستم لالا اینجا چیکار کن؟ منظر باشی خلاصو یه چند تا پیاز بکنم پیازا امسال تل گروشت نکرد که بدرد بخوره. چیکار کنم؟ هرچی هم که زحمت از اینا رو بکشیدیم. سه کله کل رد از اینا خیلی غمی نداره. باز من میام شروع میکنه به کندن. به یک نفر هم نمیشه. برو دم سر مامان نوروز. خب. برو به پیش مامان نوروز، برای مامان نوروز بگو. خب. بگو اول کو به خود فکر جای بکنه. چرا لالا؟ یکی یکی. گیو مونده ازی. اگه گفتم چره؟ بگو یا فکر جای بکنیم یا کرا سرار مگار بالا کشیم. کرا سرار بالا کشیم؟ ها دیگه. لالا کرای بالا کشیدم. خب میتونن کرای بدم با. چه کار کنم که نمیتونم؟ که چند دلار کرای بستانم؟ چند سال میشه به میسرام میشینم من 7000 کرا از اینو میگیرم. حال برا رو خوب بگردم ماجرا سر شده سرار به دلار کرایه میکنم. به نظر شما چند بالا کشیدین کرایه؟ مجبورم کرار بالا بدم 10000 بدم دیگه. 10000. ها دیگه خیلیه 10000. بچم لالا. چی بگم لالا به شما؟ باز همین تا سرای کی به 10000 حال میدم. راست میگین لالا راست میگین. سرا پیدا نمیشه. پیدا نمیشه سرا بانگا بیچاره هم بیکار شیشته سرانیه. اگر 10000 میدم خوب تا خوب بشینم. اگر نمیدم به خود فکر جای بکنم. 5 روز اینا رو وقت بده که برام رد کار. میریم برای نمیگم میگم برام الله گفته اگر 10000 کرا دادم میتونین خوب بشینین. خلاص. اگر نمیتونین قراره که دیگه فکر جای بخوام باشم به خود فکر جای باشم. تا اعمال 7000 بدادین خیلی بنین. بعضی بعد 10000. چند سال میشه به میسرای اینا میشینم؟ خیلی میشه. خیلی وقت میشه. کی میبوزونا گفتن کرایه بالا ده. بالاتر بدین. گفتم حال مجبور شدم دیگه. مردم سرگردون مال برای سرا میگرده سرا پیدا نمیشه به هر چی که بگی مال کرا میکنم. خب والا میگم بریم برای نمیگم. همال اینا برم تا شم 10 نفر دیگه خان مرداره. خب والا ما میرم. یک چیز دیگه هم میگم لالا. به نظر ما که ما شما یک 50% هم فرصت استفاده میکنیم. خب گپ چیه؟ ما به خاطر چی میگم؟ میگم لالا از فرصت استفاده میکنیم. به خاطر که خونه نیه. ماجرا بیچاره باید خونه نگرده همه مردم. قراره که دیگه ما کرایه خونه بالا میدیم. میکشیم که مجبور مرده کرا بده. تا تو جامر بگیری خیلی وقتا تیر میشه. تا کله تو جامر بگیری خیلی وقتا تیر میشه. برو. بگین لالا این پیاده. برو. سلام میرم. فقط همین تلویزیونا بگو اگه 10000 کرایه میدیم بشینیم. اگه نمیدیم زودتر جمع کنه رضا پاش خوب. ما به کرا میدم 100 نفر مال خان مرداره. خوبه. نشو کی بالا السلام علیکم. سلام علیکم. نه باشین جانجوره خیریت جانجوره. چی گفته؟ سلامت باشین زنده باشین. چای تیار بفرمایید. خیلی بین زنده باشین. سلامت باشین. ما با کرا سرا روز بدادیم برو. آن پر نشده. میفهم کرا سرا داده میفهمم. من با رات کرا نامدم. ها. هیچ چیزی مستم این شلوارت که بدیدم این ماجرین یاد با ما. هر کی تو ببینم میگی بیچاره دمار شد از ایران آمده. این با خنک برو. جوار جمع میکنه برو. ها. بخیر. اول به صحرا بدون به بلند. میگذره. گلی جو. پیات به کجاست؟ به سراخ. بله. خب باشه تو میگونی چی فرق داره با تو برو بیا خوب بگو. برو من رای کرد. خب. بفهمیدی به درس را شما. تک برو بگی لکینا بگو از این برج کرایه بدادین. من چند روز تیر شده بفهمیدی؟ به خیر خوشی برج که خلاص شد. از برج بعدی کرایه سرا شما که 7000. از برج بعدی به خیر خوشی ان شاء الله اگه زندگی بود 10 دو نظری بده. 10000. کرایه سرا شما 7000 برج بعدی 10000. تا چند بیشتر؟ 3000 بالاه. 3000 بالا کشیدی با. چرا؟ به خاطر که گله جو میفهمی خونه در کرایه بالا رفته ماجین خیلی آماده. اگه شما هم نمای خونه خیلی همین برو بیریشین سبا همسایه میایه. بابا برو جا برو بابا خوشدا کنم. خود تو میفهمیده که کرایه خونه بالا رفته نمیسد. بابا بیای شما 7000 شما چی نمیشه حالا بابا. که چرا 7000 که چی گفت برو دیگه تو نکنه ما آدم غریبی خنکندی 7000. برو چی میفهم آدم غریبی دیگه ما 15000 تو نگفتم. برو میستراسه که 15000 کرا کردین صحیحه. چیکار گیلا؟
سلام علیکم. و علیکم. مونو زشتنی خوب بخیر سلامت گوشی شما زنگ قطع کنیم بابا گوشی گم شما زنگ. گم میزنیم قطع کنیم گوشی خود بابا موسفتر نوشته موسفتر خوب. بله یا یاد بیده باشیم. خیر خیرت مونوز بگی لگ بگفتم باشه که شما بگم میگه 10,000 چی؟ میگه 10,000 ما برام نولا رای که گفت تک برو به دست رو ما نوروز اینا خوب. برای بگو که انی برج را شما بدادین چند روز کرایه هم تیر شده کرایه خلاص شد برج بعدی انشالله اگه زندگی بود 10,000 کرایه بده شهر کوکو خیریته. ما چون دیگه برام نولا گفت به خاطر که کرایه خونه بالا رفته مهاجرین خیلی اومده اگه قبول هم نداشتم برای بگین که با فکر خونه به خوب بشی خب شما فرصت خواسته میکنه کوکو جو. نه مونوز فرصت آره واسه 4 تا مهاجر بیامده. شما فرصت خواسته میکنه که خونا کارای سر گرون شده بالا مونوز. میبرین. گیروی سر بالا میبرین. 3,000 بالا کشیدیم ما 15,000 نگفتیم شما گفتم نمیشه شما آدم غریبین نمیشه 20,000 کنی. گفتم شما آدم غریبین خودی برو خیلی چند زده با شما خودی برو کنم تو گپ بزن کوکو. خب چی فرق داره من در ساش مونه که برو کلم منه ما نداریم ما پول از کجا بیاریم 7,000 حافظ کجا میاری 10,000 کوکو جو ممی 7,000 و 100 گندگی 100 ابرتی دو پی بچن جگر مکنده تا کنم 3,000 دیگه همی چینی ما یا چی؟ اصلا جیگر بدم زدرشون نمیایه 3,000 دیگه. همین خورده ما شما برید اگه 15,000 به شما کرا دهنه حال مهاجرین خیلی ماده خونه پیدا نمیشه اگه از این خونه بیریشه بزی فکری. اگه از این خونه بیریشه مگر یک مبارد خونه بپرن انگاش مکنده بزی فکری ما فرصت خواسته میکنه. موجه بعدی این کار بخیر خوبه نیه. 10,000 از خدا بترسین روش من خدا ببینی کارا خو نکن. ما رازی گپا نزنیم و بالا نکشیدیم خیلی ما سر میایم من خود برات تو گپ برو من میرم خود برو تو بله، بابا، گپ. موجه بعدی 10,000 میام برات دینا خدافظ نون تیار برات چاش کلر سرش داریم بیا خیلی بینی گیلک جو خیلی بینی ده چکی آخ تو بود مرگی بگیره به خیر خوشی مرگی بود بیایه نه رو برم اینار بخوریم چی مرگم هایی گر دهنم بند باشه به شهر لس آنجلس بریم ور نمیخزم پری جانای پری پری جانای پری نامهربان پری دل پشمرد من با تو جوان پری یار زیبا تویی دل بر رعنا تویی از میان خوبان شای دخترا تویی کینی گیلک یی با میگی کینی گیلک کینی گیلک جو گیلک دیگه کینه دیگه چی والا اول داری شنی جانجوره خیر بینی بیم دیمی گسپنده آمار و چرون گیلک من تو بده کن برو مثل تو 10 تا گوسپند ما مال میشرونو لازم هم قطعتونو تو چرا میدونی به تعلیم و تو چرا میگه گوسپند آمار بچرون خوب من بیرون تا بده کن بره بده کن ما از خون مدل ما چک چک میکنه چری خیر یاد باشه جواب داد عباس کی عباس کی جواب داد مار چری پیار ما بر امال خود نیلولا امال 100 آل کنه همون 3 ساعت پیش 3 ساعت 4 ساعت پیش برن نیلولا را سر خب بالا کپا زد و پیار میگفت تگوره می تو زدن کردن که رنج گل شد خوب بیامده میگم من چون ماجرا از افغانستان میایم انا شما سلام 10,000 بدیم 10,000 روپیه انا ما گفتیم ما نداریم پیار چند کرایه میدادی کی 7,000 روپیه اول با 3,000 بالا کشیدم انا بالاخره پیار میگم من کنه نرفتم خودی پیار خود گفتم اگه برم من خونی برام اندازونم میشه مر بزنه انا پیار میگفت خیر بزدم من گفتم فقط نیم ساعت دیگه به سر شما نمیشینم این شرایط گلگه میتنه هیچ کس به درد یکی نمیخوره میگه خود خوموندی از جان موندی برارمه زنده بشی حالا کم وقتی عباس اینو تو سیک و خوار شدن که مهاجرا از ایران ای ردمت میکنن تمام میگیره افغانیار به در کردن ولی که میایم میفهمن سرا بالا را قیمتا زمین بالا را خدا خواستگی من میتتیر میشد میرفتم به زوغ لگاتون سکنم با ما اگه اونجا پیدا شه که جی شما کمو باخچه شما سرای داره انمون قرار که دیگه اگه میشه بدیم با ما به کرایه بدیم انا ما اینجا بریم متام سرا شما بشینیم دیگه به سرا نیلیلا و عباس نمیشینیم اصلا ایلی جوسکو برارمه خب تو پیار تو که هستین خیلی آدم ها خوب برابرین خصوصا تو
گردن بند باشه، یک ذره برابر یک نیست جدان دل با ماست باشه، شما از این جگاه برید. زنده بشی. با کالی اونا شما جواب کردن اگه دارین 10,000 کرایه بدین که ندارین برین گلک بخیر برین. همین نداره دیگه به فکر همون دیگه. باغچه سرا شما همی چی؟ نه گله جو برارم کچره؟ کچری نداره سیکو. وقت قراره یا تو 1 ساعت یا تو نیم ساعت دیگه به خیر خوشی مینا دیران میایم بفهمیدی؟ خسور خوشی تو؟ اونا رو هم را دمست کردن گلک وی کردن پس به کشور اینا میان به مسترا میشینن گلک مرتکه مرغ مردر به شما اعتبار نمیبینه. من مسترایی که به تای بخچه هسته میوه دونه هرچی شکر هسته من اونا رو میدون که تو پیار تو بریم بشینی میوه های بخوریم سرار به وی کنیم. ما از میوه درختیش پارزم. بر یکی من پاریدم یکی تو زنده بشی. که یک لگری پیان بری برو خوشی میدی به پیان خواهم سلام بگو چی مرو دیگه لگ قط شطور کلونتر عقل کمال تو برو قط موده تو بیتر تره. برو که یه کلوخی به فرق تو نجنو که میجی به قلب بفتی. تو چرا به من میگی قط تو بلنده؟ خو عقل تو کمه چه کار کنو؟ آها او تو درسته. قط بالا تو رالی چی بگو؟ اموک زنقت نمیگیشتی کاش که یک ریپی عقل کمال بیریشتی. زنده بشی. چکی توی سیکو ما با بلا می گسپنده هم بفتاریم ما رو گسپنده ماه چکو کجا بیدی شما؟ کجا لالا شما به سرا بیدون برات شما آمدم. برات نه به چی کار؟ خاطر کاکا اومدم به سرایم. بیا اومدم اینا رو از سران مثل جواب دادم ولی برات سرا میگردن گفتم لالا که رمزونه بگو بیا امی غلار بیتر بلده برای خودم یک سرای به ما پیدا کنه. چرا جواب دادن؟ من چون امی کرا سرار بالا کشیدم. سرار؟ ها لالا. یاره ما مردم افغانستان بعضی البته نی خیر داریم نی هم مایم که به یک مسلمان خیر کنیم. آدم استفاده جو فرصت طلب ایت کارا میکنه بفهمیدی؟ و همیت شرایط یال لالا دیگه ما همی سرار که به شهر داریم کرار بالا نمیکشیم لالا. همیت فرصت یه دیگه لالا. فرصت استفاده کنم 10,000 پیو مسلمان به من میده کرایه کمه. خود سرا عدلی هم هستش بهترین سرای هم بود. 10 لک ریپه که به من ندم 1 قرون بالا نمیکشم. او پول بله معلار نیه. آخیر زر ماجر بیامد اینا هم مسلمون اینا هم هموطن اینا هم برار مانه. اگر کسی داشته باشه سرا خیلی که به کار نداشته باشه نیاز به کرا نداشته باشه بعد به میت مسلمان ها بده که برم بشینم ما برم با سرا خود کرایه بالا کشم. راست میگم. تو مرتکب مجبور کرایه بده که من سرا اضافی دارم. راست میگم لالا. حالا بریم به سرا بریم. مطلب بله شما نه. رحم و شفقت اصلا نمونده به بین ما.